مرکز سالمگردانی سوخت که از استراحتگاه‌های بیرون از شهری ولایت سوخت بوده امکان دارد که در این دوره تعطیل بیشتر از 1200 نفر خوانندگان را به استراحت جلب نماید. استراحت و فراغت در این مرکز در اساس قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به ثمرناک و مقصدناک گذراندن تعطیل تابستانی خوانندگان مکتب‌ها طرحریزی و عملی می‌شود. طول دوم سال است که من به این استراحتگاه آمده ایستادم. این استراحتگاه خیلی زیبا و برهوا است. به دوستانم حتما توصیه می‌دهم که به این استراحتگاه آمده استراحت کنند. در استراحتگاه بچه‌ها در وقت‌های خالگی به هر گونه محفل‌ها شرکت می‌ورزند و آنها وقت خود را صرفه‌کارانه استفاده برده با مشغولیت کامپیوتری و یا با ورزش مشغول می‌شوند. با اقدام کمیته اتفاقهای کسبی ساحه معارف و علمی ولایت سوخت 7 بنا استراحتگاه، مرکزهای هنرآموزی و برگزاری محفل‌ها و چهاربینی‌های فرهنگی و فراغتی، ورزشی سالمگردانی آماده و حدود مرکز آباد و زیبا کرده شده است. اینجا من برای دمگیری به لاگر سوخت آمدم. من از اینجا دوم بار با لاگر سوخت می آیم. در اینجا بسیار بازی های گوناگون، کامپیوتر، در کتابخانه و تلویزیون و بازی های شبخوار میگذرانیم. من اینجا را خیلی دوست می‌دارم و با امسال دیگر هم من به لاگر می آیم. کدام نمود بازی‌های ورزشی هست؟ شاشکه، شاهمات، فوتبال، پنیربال، تنیس هست. تو کدامش بیشتر شوق داری؟ من به فوتبال شوق و هوس دارم. حجره‌های کامپیوتری و کتابخانه برای برگزاری محفل‌ها از تعمیر کلی برآورده شده برای ثمرناک و مقصدناک و خوش و گوارا گذراندن دوره تعطیل تابستانی کودکان و نوجوانان شرایط خوب فراهم آورده شده است. در همین بست‌های استراحتی که دوام تعطیل تابستانه در مرکز سالمگردانی سوخت تشکیل و گذرانده می‌شود، با اقدام کمیته اتفاقهای کسبی کارمندان معارف و علمی ولایت سوخت، خوانندگان از عائله‌های کم‌بضاعت، نیم یتیم و یتیم کل به فراغت رایگان فرا گرفته می‌شوند. ما با بحث دوم استراحتگاه مرکزی سالمگردانی سوخت برای استراحت آمدیم. در این استراحتگاه همه شرایط ها فراهم آورده شده است. ما هر روز در وقت های خالیگی کتاب میخونیم. در این استراحتگاه محفل های گوناگون، آزمون های گوناگون از جمله شахمت بازی، فوتبال بازی، والیبال بازی و غیرها گذرانده می شود. ما به این محفل ها، آزمون ها همه اشتراک میکنیم. در این استراحتگاه معلمان مهربان دارد و آنها شب و روز در نزد ما هستند و به ما امکانیت میدهند که ما استراحتی خوب کنیم. در استراحتگاه سالمگردانی سوخت که در منطقه خوشباد و هوایی قلعچی ناحیه باباجان غفور واقع است، اتحادیه کودکان و نوجوانان عمل میکند که دارای 4 دسته بوده. برنامه استراحتی فراغتی آنها برای 10 روز تعطیل در مرکز را فرا میگیرد.